رحمان در برابر مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانند بی‌قرب‌شوی خطرناک اسعار ملی، سطح بیکاری بی سابقه پس از برگشتن شمار زیادی از مهاجران کاری در پی بحران روسیه، لیمیت شدیدی به برقی و غیره نه تنها راه حل ریشه‌ای ندارد، بلکه متاسفانه از داشتن کمترین عزم راسخ و اراده جدی برای بهبودی وضعیت ناگوار کشور محروم است. متاسفانه ملت تاجیک شاهد آن است که حکومت برای روپوش نمودن ناکامی، ناتوانی و کارناآمد خود در حل مشکلات موجود با راه‌ها و وسیله‌های مختلف می‌خواهد توجه شهروندان و جامعه جهانی را به دیگر سمت روانه کند. از جمله مقامات تاجیک به جای حل مشکلات مذکور و تراشیدن ریش‌های هزارها نفر کشیده گرفتن حجاب و ستر از خواهران و مادران تاجیک، تبدیل صدها مساجد و مکان رقص و بازی و مراکز تفریحی، منع نام‌های اسلامی عربی اساس، منع ازدواج خویش و تبار، محروم کردن افراد زیر 40 ساله از ادای حج و دیگر محدودیت‌های بیشمار در بخش‌های آزادی دینی دست می‌زنند. بستن احزاب و فشار و تعقیب حبس روشنفکران، ضیاییان، صاحبکاران، حقوقشناسان، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان جامعه تنها به خاطر آن است که بحران کشور و کمبودی‌های حکومت و دزدی و غارت مردم از طرف منصبداران آشکار نشود. ما فعالان سیاسی تاجیک از کشورهای دوست و کفیل صلح، سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، اتحاد جهانی علمای اسلام، سازمان همکاری اسلامی و همچون از سازمان‌های حقوق بشر مانند عفو بین الملل، خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، گروه بحران بین المللی، کمیته هلسینکی، نروژ و غیره خواهان آنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان را به انجام نکات زیرین وادار کنند. و تعقیب علیه فعالان سیاسی چی در داخل و چی در خارج کشور و همچنان بستگان و خویشاوندان ایشان در داخل کشور پایان دهند. تمام محبوسان و بازداشتگان سیاسی که با جرم به حبس گرفته شدند و یا ظالمانه پس درهای بسته محکوم و زندان شدند آزاد کرده شوند. حقوق همه شهروندان تاجیکستان صرف نظر از زبان، مذهب، جنس، بینش‌های سیاسی، منطقه و غیره رعایت شود و از نقض بیشتر حقوق انسان دست بکشند. در مسئله آزادی‌های مردم در مورد انتخاب شکل ظاهری و عبادت ایشان، نوه‌های لباسپوشی و غیره دخالت نکنند و مردم را در انتخابشان آزاد گذارند. علیه مسئولین ارشد کشور تحریم‌های از جمله در مسئله محرومیت از روادید، محکم کردن صورت حساب بانکی ایشان در خارج و دیگر محدودیت‌های مالی جاری کنند. آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به سید عمر حسینی، آزادی به سید عمر حسینی، آزادی به شهرت قدرتوف، آزادی به شهرت قدرتوف، آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به ظرفا رحمانی، آزادی به ظرفا رحمانی، آزادی به رحمت الله رجب، آزادی به رحمت الله رجب. ما آزادی میخواهیم، ما آزادی میخواهیم، ما آزادی میخواهیم، ما آزادی میخواهیم. آزادی به مقصود جان ابراهیموف، آزادی به مقصود جان ابراهیموف، آزادی به امید جان سالیف، آزادی به امید جان سالیف، آزادی به سرافروز یالا مفروض، آزادی به سرافروز، آزادی به موسی شیخوف، آزادی به موسی شیخوف، آزادی به شرعلی نجم‌الدینوف، آزادی به شرعلی نجم‌الدینوف، آزادی به زید سعیدوف، آزادی به زید سعیدوف، آزادی به رستم اماموف، آزادی به رستم اماموف، آزادی به سیف و حکمت الله، آزادی به سیف و حکمت الله، آزادی به تاجیکستان، آزادی به تاجیکستان، آزادی به برات شریفوف، آزادی به برات شریفوف. حزب نهضت مردمی است، حزب نهضت مردمی است، حزب نهضت مردمی است، حزب نهضت مردمی است. حکومت رحمان و افراطی است، حکومت رحمان و
افراطی است. نهضت مردمی است. حزب نهضت مردمی است. حکومت رحمانوف افراطی است. حکومت رحمانوف افراطی است. گروه 24 تروریست نیست. گروه 24 تروریست نیست. گروه 24 اکستریمیست نیست. گروه 24 اکستریمیست نیست. گروه 24 آزادی خواه. گروه 24 آزادی خواه. فرعون تاجیکستان. فرعون تاجیکستان. رحمان برا زندان. فرعون تاجیکستان. فرعون تاجیکستان. رحمان برا زندان. رحمان برا زندان.